و اینکه توضیح بدم راجع به بیماری همسرم که خیلی دوست داشتن اینجا باشن که خودشون از زبون خودشون بشنوید، ولی نتونستن بیان، کاری براشون پیش اومد و من براتون توضیح میدم که همسر من 2 سال و نیم پیش بیمار شدن و خیلی دکتر بردیمشون، خیلی پزشکا دیدن ایشون و خیلی دارو بهش دادن ولی اصلا نتیجه نگرفت. از داروهایی که بهش دادن حالش رو حتی بدتر کرد، تا اینکه ما با آقای دکتر فتحی آشنا شدیم. ایشون همسر منو هنوز ندیده بودن، بیماریشون رو تشخیص دادن و بعد که آوردیمش خدمت آقای دکتر دیدنش، گفتن دقیقاً همون چیزیه که من خودم حدس می‌زدم و براشون سلول درمانی انجام دادن. حالشون الان خوبه، بعد از 2 سال و نیم خدا رو شکر الان هیچ مشکلی ندارن و حالشون خیلی خیلی خوبه و همیشه برای آقای دکتر دعا میکنن و ما ممنونیم از آقای دکتر و تشکر میکنیم از ایشون اینکه لطف کردن در حق من و همسرم و سلامتی رو به من و همسرم برگردوندن. متشکرم. یه بیماری نادری داشتن که هیچ دکتری تشخیص نداد، فقط آقای دکتر فتحی تشخیص دادن و اینکه یه بیماری بود، اسم بیماریشو من یادم نیست که الان توضیح بدم. همه میگفتن مال اعصابه، یکی میگفت که نمیدونم مشکل معده داره، یکی میگفت که هر کی یه چیزی میگفت ولی نمیتونستن درمانش کنن، تا اینکه دیگه آقای دکتر دید و گفت من میدونم بیماریشون چیه و درمان شدن. یعنی تشخیص دادن درست بیماریشونه و درمان شدن. خدا رو شکر الان هیچ مشکلی نداره و خیلی آقای دکتر رو دوست داره. ممنونم از آقای دکتر، خدا قوت آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما. خیلی اولی میتونم بپرسم چجوری با دکتر آشنا شدید؟ ما از طریق برادرزادم با آقای دکتر آشنا شدیم. پیششون کار انجام میدید؟ بله تو داروخونه‌شون کار میکردن. بله. متشکرم. خواهش میکنم، سلامت بشی.